سلام. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه از قبرس. ما امیدواریم که حالتون خوب باشه. امشب اومدیم یه میخونه به نام اینونو که لوکیشنش و اینا رو حتما براتون میذاریم. حالا میریم داخل، توضیحاتش رو خدمتتون میدیم. همراهمون باشین. خب بچه‌ها امروز اومدیم همونجوری که گفتیم یه میهانه خودشون. اینجا خیلی رست دارن، کلا هم ترک‌ها تو ترکیه دارن، هم اینجا که قبرس خب خیلی هاشون ترکن دیگه در واقع. هم با خانواده میان هم به صورت مجردی، یعنی اینجا الان فضای بیرون رو براتون بگیریم میبینید حتی با بچه‌ها اومدن. بله، یعنی اصلا محدودیت سنی نداره. الان هم که هنوز فصل رو به سرمای شدید نرفته، توی تابستون اصلا فضای بیرون میشینن اینجا همونجوری که میبینید، یعنی کلا برنامه اونجا اجرا میشه. دقیقاً. معمولا هم شبای تعطیل چهارشنبه ها و جمعه ها و شنبه ها برنامه دارن، موزیک زنده دارن. علاوه بر اون مزه‌جات خوشمزه‌ای که براتون میارن، بیشتر رسمی که خودشون میشینن هم خوراکی میخورن، هم از اون موزیک و فضایی که داره یه دوره همیاشون رو سعی می‌کنن اینجوری برگزار کنن کنار هم دیگه. بعدش هم اگر که کسایی که حالا اهل مشروبات الکلی باشن میتونن سفارش بدم براشون بیارم، همه نوع مشروبات اینجا سرو میشه. اگر آره نه حتما میارن از اون مزه‌هایی که داره که الان در تاریخ سپتامبر 2023 نفر 450 لیر هستش. شارژتون میکنن و همینجوری هی بر اساس مزه‌های مختلف کبابای مختلف، مزه‌های خود محلی ترکیه که حالا اونا رو همه رو براتون سعی می‌کنیم فیلمشو بگیریم و بذاریم که ببینید. حتما شما هم بیاین از این فضا و سنت‌های ترکی که هستش لذت ببرید. با ما باشید. الان این فضایی هم که میبینید توی زمستونا میزای بیرون همه داخل شده میشه، یعنی تو این محوطه تمام زمستونا خیلی بامزه، منقل گرم میذارن و خیلی خوبه، خیلی دوستانه و گرم و صمیمی و روستایی. حالا حتما ما لوکیشنش هم براتون میذاریم و شماره تلفن اینو که اگه خواستید بریم. تشکر. خب مثل که یه سری از مزه ها هم آوردن، مزه هایی میبینین سنتی و چیز خودشون هست. سالاد حتما کنارش دارن، پنیر و هموس و ماست و در واقع این چیزایی که با بلغور و اینا هستش، سالادهای مختلف که الان نشون بدم بهتون، و این نون هیجان انگیز و سالاد. حالا باشیم با همون حتما. بچه همینطور که گفتم هی سری به سری شارژ میکنن، چیزای مزه‌های مختلف میارن. الان مثلا این مزه‌ای که آوردن زیتون و پنیر کبابی، علی جان نخور داداش پنیر کبابی مخصوص قبرس و اینم فکر میکنن دلجگر مرغ و اینجور چیزا، سالت مزه طور درست کردن. حالا بازم همراهمون باشی. نیلیا خانوم هم در حال پذیرایی از خودش هست. بشمه این نورمال آره. سلام به ویدیو جدید ما قبرس با ما.
خب دوستان همونجور که میبینید این سری به سری مزه‌های مختلف رو میارن. این الان قلم و گوشت هستش. سری پیشم بال بود، بال کبابی آوردن که ما فراموش کردیم ویدیوشو بگیریم و حالا تا سری بعد که ببینیم دوباره چی میارن. خب بچه ها حالت شیشلیک استخون داره، گوشته هم با استخون هم بی استخون. اینم موضوع مورد بعدی، یعنی موضوع واقعا گوشتش این که خیلی خوشمزه بود. اینم حالا تست کنیم ببینیم چطور هسته. حتما بیاین امتحان کنیم. دوستان خیلی خوشحالیم که تا این ویدیو هم همراهمون بودیم. امیدوارم که شما هم بیاین و از این فضای بومی و محلی قبرسی لذت ببرید. همونطور که میبینید اینجا بیشتر خود قبرسی ها، مردم خود قبرس میان، خیلی محلی هستش. یادتون نره با لایک، سابسکرایب و کامنت از ما حمایت کنید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. فعلا.